سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. کیمیا حسن‌پور هستم، روانشناس شخصیت در خدمت شما. خیلی از ماها فکر میکنیم که استرس یه حس موقتیه و حتی اگه کنترل هم نشه مشکلی برامون ایجاد نمیکنه و ما میتونیم به زندگی خودمون ادامه بدیم. اما باید توجه داشته باشید که استرس مثل یه موریانه وارد زندگی آدم میشه و کم کم تمام جسم و روان شما رو تحت کنترل خودش در میاره و به خودت میای میبینی که تمام عوارض جسمی و روانی مثل پنیک، بیخوابی، وسواس، سردرد، سردی توی روابط و هزاران مشکلات دیگه زندگی شما رو در بر گرفته. اول از همه بدن شماست که ضربه میبینه. معده درد، تپش قلب، سردردهای طولانی که تبدیل به میگرن میشن، کمخوابی یا خواب زیاد. بعد از اون روانته که ضربه میبینه. افسردگی، فراموشی، از بین رفتن تمرکز، اختلال توی روابطتون و اختلال توی تحصیل و عملکردتون توی کار. پس یادتون نره استرس قرار نیست که از بین بره. باید شما باشید که اون رو کنترل بکنید و مدیریتش بکنید. و اگر که زودتر اقدام به کنترلش نکنید، تمام زندگی شما رو توی دستان خودش قرار میده. پس سعی بکنید با تکنیک‌های آرامسازی، تکنیک‌های رفع استرس، تراپی، انجام کارهای که حالتون رو خوب می‌کنه، معاشرت با افرادی که حس خوبی بهتون میده و انجام کارهایی که در واقع به رشد و کمال شما کمک میکنه، خودتون رو ارتقا بدید و سعی کنید که از شر استرس رها بشید.